نویدی بدم به اونهایی که از صحبت کردن در جمع میترسن. یک آزمایش انجام دادن در آمریکا، نتیجه یک آمارگیری و نظرسنجی مهم در آمریکا. گفتم ببینیم که مردم از چه چیزایی میترسن. ترس از مثلا یه حیوان وحشی، از شیر، پلنگ، سگ وحشی مثلا. ترس از تاریکی، ترس از مثلا خانوما مثلا ترس از سوسک و چیزهای مختلف، ترس از تصادف، ترس از. فکر میکنید بالاترین آمار ترس چی بوده؟ حدود نزدیک به 80% و بالاتر از ترس از حیوان وحشی، بالاتر از ترس از ظلمات و تاریکی، بالاتر از ترس از تصادف و غیره، ترس صحبت کردن در جمع بود. حالا چیکار کنیم که این ترس بریزه؟ یکی این که مهارتاتو ببر بالا، آگاهیتو ببر بالا. یکی از این کارهایی که میتونیم بکنیم برای اینکه ترس صحبت کردنمون در جمع بریزه، تو کلاس، تو مدرسه، تو دانشگاه، تو جمع فامیل، تو تاکسی، تو اتوبوس، یکیش همین مهارتایی که به دست میاریم. مهارت چجوری به دست میاریم؟ از طریق شرکت در کلاس، تمرین تمرین تمرین.